بریم سراغ یه ابزار جذاب و جالب. خب اون سمت چپ یه ترجمهش میشه که مثلا لول خلاقیت کارها رو ببره بالا، سمت راست میگه دقیق‌تر، بروزتر، اطلاعات واقعی‌تر رو بهتون بده. Perplexity.ai ChatGPTه که تو اینترنته و لنگویج مدل، یعنی از لنگویج مدل استفاده میکنه و سرچ های شما رو میاد براتون اپتیمایز یا بهینه میکنه. اینکه ما میایم مدل هامون رو به دیتای واقعی وصل میکنیم، این دوتا مشکل رو میتونه خیلی حل بکنه برامون. من اخیراً دیدم که از این محیط و سایت استفاده میکنم برای ریسرچ، چون توی ریسرچ شما این دو تا موضوع خیلی برات مهمه، هم هلوسینیشن مرگباره، هم اینکه اگر شما آپدیت نباشی ریسرچت خیلی موضوعیت دیگه نداره. بریم سراغ یه ابزار جذاب و جالب و معرفی کنم خدمتتون ابزار بی‌نظیری که قراره یه ذره کار کردنتون تو فضای اینترنت رو براتون خیلی راحت تر کنه. یه عکس بهتون نشون میدم، از روی این عکس میخوام یه توضیح جالبی بهتون بدم که شاید باحال باشه. سمت چپ اگه نگاه کنید نوشته High Brain Power Creative Tasks، سمت راست نوشته Accurate Real Time Information. خب اون سمت چپ یه ترجمهش میشه که مثلا لول خلاقیت کارها رو ببره بالا، سمت راست میگه دقیق‌تر، بروزتر، اطلاعات واقعی‌تر رو بهتون بده. و تو سمت چپ شما آرم چت جی پی تی و گوگل جمینای رو می‌بینید، تو سمت راست هم این آرم بزرگواریه که میخوام خدمتتون معرفیش کنم و این سمت راست هم که گوگله. یعنی چی؟ یعنی داره میگه اگر شما دنبال جوابهای قطعی جدی هستید برید سراغ گوگل و ایشون که میخوام معرفیش کنم، و اگر دنبال جوابهای کریتیو یا خلاقانه تر هستید که قراره براتون یه تولیدات جدیدی بکنه برید سراغ این دوتای سمت چپ که در واقع نماینده لنگویج مدل ها هستن که مفصل راجع بهش صحبت کردیم. سایتی که میخوایم با هم دیگه معرفی کنیم اگر تلفظش رو درست بگم perplexity.ai که این بالا دارید میبینید تصویرشو، چت جی پی تیه که تو اینترنته و لنگویج مدل، یعنی از لنگویج مدل استفاده میکنه و سرچ های شما رو میاد براتون اپتیمایز یا بهینه میکنه و خیلی جالبه. و خوبیش اینه که مثلا شما تو چت جی پی تی وقتی سرچ میکردید سوال میپرسیدید اون فقط براتون همینجوری زبان تولید میکرد میرفت پایین، اما این همون زبانه رو تولید میکنه اما با لینک بهتون لینک میده که این منبعش کجاست، بعد همون لینک ها رو میاد کنار هم میذاره یه متن منسجم درست حسابی میاره براتون و جالب کارو پیش میبره. یه مثال خیلی ساده با هم دیگه بریم. خب این فضاش که باز میشه سرچ انیثینگ، دقیقاً مثل فضای گوگل، اولین بار که با اینترنت روبرو شدید احتمالاً با همین فضا بوده. اینم خیلی فرقی با گوگل و چت جی پی تی و اینا نداره. مثلا سرچ میکنیم، ما دوباره گریزی بزنیم به درد مشترکمون Who is the Manchester United manager. اینو من میزنم، نکنید سرچ رو چه جوری پاسخ میاره. یه سری سورس میاره اینجا برامون و یه دونه هم انسر میاره پاسخ. نوشته Manchester United's current manager is Ruben Amorim who is appointed on November 1st 2024 و اینا توضیحات داده. بعد اینجا نگاه کنید خیلی جالبه، یه سری عدد آورده. این عددا رو هر کدومش وایسید منبع پاسخ این سوال رو براتون میاره. نوشته مثلا از بی بی سی من اینو آوردم، این یکی رو نوشته که از الجزیره براتون آوردم و به همین ترتیب رفته جلو و این پاسخ ها رو ترتمیز آورده اینجا و یه سری سوال های مرتبط با این سوالی که شما پرسیدین رو هم براتون اینجا آورده که احتمالاً شاید براتون جالب باشه که بتونید از این سوالا هم استفاده کنید. و تمام سرچ هایی که شما میکنید توی این قسمت لایبرریتون ذخیره میشه، میتونید ببینید و بررسی کنید. مثلا gas prices in 2024 rumors about the new iPhone و چیزهای مختلف رو میتونید سرچ کنید و ببینید. فارسی هم به راحتی میتونید سرچ کنید و کار رو برای خودتون راحت تر کنید. در واقع قرار پروسه گشتنتون تو اینترنت و سرچ کردنتون تو اینترنت رو بهینه سازی کنه و خیلی ساده تر به جای استفاده مستقیم از گوگل انگار دارید از یک گوگل ترین شده یا آموزش دیده شده با لنگویج مدل همزمان استفاده میکنید. و ویژگی‌های جالب دیگه هم داره که میتونید برید بررسی کنید. تو فضای دیسکاورش میتونید برید مثلا ازش بخواید انسر هاتون رو براتون پرسونالایز کنه، یعنی شخصی سازی کنه. مثلا بهش بگید من یک معلم زبان 30 ساله هم که با دانش آموزان مثلا 18 ساله کار دارم و دوست دارم پاسخ سوالایی که ازت میپرسم با این لحن نوشته بشه. یه پرامپت براش مینویسید و براتون این پرامپت های مختلف رو توضیح میده. بعد میتونید حتی بهش بگید مثلا تو چه موضوعاتی برای من سرچ کن، برو مثلا تو تک اند ساینس کار کن، تو فایننس کار کن، تو آرت اند کالچر سرچ بکن و چیزای جالب تو این زمینه داره. اینجا باز دوباره مثلا میتونید کلیک کنید میک ایت یورزش کنید که چه چیزایی رو علاقه مندید بر اساس اونا براتون سرچ ها رو بیاد خاصی سازی کنه و بره جلو. توی ستینگش هم اگه باز دوباره برید توی پروفایلش اپیرنسش رو میتونید تغییر بدید، آواتار میتونید بذارید دیگه. میگم یعنی یه سری چیزایی که همه جا استفاده داره رو میتونید برای خودتون شخصی سازی کنید. چیزی که عرض کردم خدمتتون introduce yourself share as much as you'd like این میتونه جالب باشه. اطلاعات خودتون رو که بهش بدید
توی سرچ کردنش این فضای شخصی سازی کردن سرچ رو براتون یه خورده بالا میبره. یعنی وقتی شما میگی که مثلا من معلم زبانم I'm an English teacher، سرچاشو بر پایه شناختی که از شما داره براتون سورت میکنه و میاره. شما تو گوگل هر وقت سرچ میکنید بر اساس سئویی که خیلی از سافتور انجینیرها نوشته بودن براتون لیست میشه. اما این خیلی هنرمندانه میاد بر اساس سلف اینترست های شما، یعنی علاقه شخصی خودتون کار رو لیست میکنه، که به نظرم میتونه تو این دنیای واقعا انفجار اطلاعات یه مرحله جدیدی باشه برای اینکه شما بتونید راحتتر و بهتر تو فضای سرچ کار کنی. این از این. اگه نکته‌ای دارید بچه‌ها بگید. این برای من جالب بود که اول از همه این داره از کدوم لنگویج مدل استفاده میکنه. این داره از الان نگاه کردم توی حالتی که پرو نیست، یعنی همینی که ما الان داریم استفاده میکنیم، از جی پی تی 3.5 داره استفاده میکنه. توی پروش از جی پی تی 4 کلاد 3.5 گروک 2 و لامای 3 استفاده میکنه. بعد همین الان تو ویکی‌پدیاش رفتم، یه چیزی جالبی بود الان دستم اومد این کدومه. اوایل امسال بود فکر میکنم، حالا شاید اوایل هم نه، فوربس اومد یه شکایتی کرد از این. سر چی؟ همینی که الان صفحه اول تو آوردی کامل مقاله ها و اینها رو می آورد یا طبقه بندی می کرد و اینا، یه جورایی تو حس میکنی که این قرار خودش کاری انجام بده دیگه. برداشته بود مقاله فوربس رو یه سریشو کامل استفاده کرده بود و از کانتنت های اون داشت به عنوان کانتنت خودش استفاده میکرد. اینم یه حاشیه شده بود دیگه که اینا چقدر میتونن اونی که دارن ارائه میدن رو از چیزی که بقیه دارن استفاده میکنن استفاده بکن. ولی الان حل شده. یعنی مثلا این 6 ماه پیش خیلی همه راجع به این حرف زدن، این داره کانتنت ما رو استفاده میکنه، اون یکی داره کانتنت ما رو استفاده میکنه. الان دیگه انقدر از دست در رفته که فکر نکنم کسی دیگه باید یه همه از همه شکایت و اینا بدزدین حتی. دیگه. وقتی دزدی دیگه آره دیگه گذشت دیگه اون. خودش هم پرسیدم، نوشته I'm based on OpenAI's ChatGPT 4 architecture which is a state of the art language model. توضیح داده که بر اساس ChatGPT 4 هم، ولی خب مثلا که تو رایگانش از 3.5 استفاده میکنه که طبیعی هم هست دیگه. آره. و یه نکته جالبم بگم اینه که حالا نمیدونم یکی از تیوتوریالی که داشتم نگاه میکردم خیلی تاکید داشت میگفت پرو اینو بگیرید دسترسی بی‌نهایتتون به مثلا به چت جی پی تی 4 هم باز نمیشه. این بر اساس اون جواب میده، ولی اینجوری نیستش که فکر کنید مثلا پرو اینو بگیرید انگار پرو جی پی تی رو گرفتید. یه همچین تأکیدی روش داشت. دو تا کاربرد مختلف. الان برای من جالبه که این جوابی که داده لینک نداره، جواب پیور لنگویج مدله. کلا بحث این که شما یعنی یکی از مشکلات بنیادینی که ما با LLM ها داریم این کات آف نالج دیتشونه که تا یه روزی ترین شدن و خب اطلاعات بعد از اون رو ندارن. نکته اول. نکته دوم مشکل هلوسینیشنه که راجبش مفصل صحبت کردیم. اینکه ما میایم مدل هامون رو به دیتای واقعی وصل میکنیم، این دوتا مشکل رو میتونه خیلی حل بکنه برامون. ولی همچنان شما یه ترید آفی دارید دیگه، یعنی همیشه یک موازنه‌ای وجود داره بین اینکه دقیقاً همون عکسی که همین اولش نشون دادی، اینکه ما چقدر میخوایم محتوای جدید تولید بکنیم یا چقدر میخوایم بریم محتواهای دیگر رو برداریم بیاریم. من اخیراً دیدم که از این محیط و سایت استفاده میکنم برای ریسرچ، چون توی ریسرچ شما این دو تا موضوع خیلی برات مهمه. هم هلوسینیشن مرگباره، هم اینکه اگر شما آپدیت نباشی ریسرچت خیلی موضوعیتی دیگه نداره. سر همینه که خیلی الان به این سمت میرن که از یه چنین سرویس های استفاده بکنن. LLM هایی که به اینترنت متصلن، به گوگل اسکالر متصلن، به مقالات متصلن. و حالا خیلی برام جالبه ببینم اون پشت چه جوری داره این کار رو انجام میده. آیا اول میاد یه سرچ مثل گوگل انجام میده، بعد نتایج سرچ رو میده به یه LLM تا اون جواب رو جنریت بکنه، یا اینکه نه واقعا تو اون سرچه هم مطالب رو اینترنت رو از نگاه لنگویج مدل داره میبینه. حس میکنم اولی باشه بیشتر. یه فضای دیگه هم هستش، حالا شاید بعدن یه ویدیو راجبش بریم، اونم بحث رگه که الان خیلی تاپیک داغیه. اینکه شما یه پایگاه داده‌ای برای لنگویج مدلت فراهم بکنی که لنگویج مدلت بتونه بهش رجوع بکنه، اونم حالا دنیای جالبی داره که میشه بعدن راجبش صحبت کرد. ولی خیلی ابزار به درد بخوری. مرسی همین، خیلی کار را بندازه. یه نکته فقط آخر کار بگم و دیگه ویدیو رو جمع کنیم. توی رقباش هم مثل اینکه خود گوگل هم یه دونه AI overview رو معرفی کرده که میتونید ازش استفاده کنید. اون با کمک جمینای کار میکنه که
توی خود سرچ های گوگل هم ای آی رو میاره وسط کار. من خودم باش کار نکردم ولی توی یکی از توییتر دیدم میگفت رقیب پرپلکسیتی الان ای آی اوورویو که داره توی این زمینه هم کار میکنه. نه فکر کنم تمام. همین الان نیاز نباشه جای دیگه بریم اینو استفاده بکنیم یعنی چون من الان سرچ گوگل میزنم همین الان بالاش یه قسمتی باز میشه، جواب خود گوگله جدا، یعنی جدا از اون سرچ یه دونه جواب گوگله، بعد و سوالم باید بپرسی یا فکر کنم من مطمئن نیستم ولی امیدوارم که من اینو گوگل روی گوگل اسکالر هم لانچ بکنه که شما سرچ میکنی بین مقاله ها اونجا اول با ای آی به جواب بده. هنوز این جاش خیلی خالیه. فکر نمی‌کنم خیلی دور ولی نباشه دیگه، احتمالاً نزدیکتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم. و یه چیزی مثل این نوتبوک ال ام باشه، میدونی، یعنی الان من نوتبوک خلاصه المو خیلی دارم الان استفاده میکنم تو همین 2 3 هفته، هر جا هم رفتم معرفی کردم این جدی میگم، یعنی الان هر گروهی که من رفتم موضوع رو کشوندم به یه بحثی که گفتن اینو استفاده نمیکنین، اگه بعد شروع میشه. میکنم توضیح داد. آره. اگه اینجوری باشه که یعنی تو با یه دونه چت باتی سر و کار داشته باشی و تمام دیتای مقاله ها و شروع کنی با این از اون کمک بگیری اینجا واقعا به عنوان دستیار که از مقاله ها بتونی استفاده بکنی، چیدمانش همه چیش، این خیلی کار رو راه میندازه.